سلام خدمت دوستان عزیز. آقای اسب مادیون دیگه براتون آوردم. این دیگه خودتون ببینین چی کس میگه. من یه حلقه اومدم به پس بدم ولی نمیدونم چرا گفتی بیام اینجا. آقای خانزاد آفو چی اعلام کنی؟ ما توی خانزاد یه دست کت شلوار و یه جفت کفش و پیرهن و کمربند و عینک و ساعت و اتکلون و کیف پول و میدیم فقط یه کت 490. باسط محمد قسم مدیونی فکر کنه این داره تبلیغ میکنه. نه داداش تبلیغ چیه؟ خانزاد چی میگی؟ یادم رفت بهت بگم من فرید خانزاد هستم، مدیر شعب پوشاک خانزاد. آقای فرید جان خیلی مبارکت باشه مغازه قربونت ولی اون رل خارکستت نمیدونست فامیلی چیه؟ تا الان نمیدونست اون فامیلی چیه؟ واقعا منطقیه. چی شد؟ حالا چی گرفتی؟ واقعا این فروشگاه خانزاد برازندته. مرسی رفیق. بابا این دیگه چه کسشریه؟ کیرتم مگه من؟ تا الان میگفتی مغازه مال تو، الان ما رفیقته؟ این دیگه چه سناریوی کس